بازار نزد سرحدی محله تیم شهر خورو که روزهای شنبه تاجران افغان و تاجیک در اینجا خرید و فروش مال را به راه می‌ماندند، جهت مطابق نمودن به طلبات زمان از نو کرده می شود. علاقه هفته دوم است که فعالیت این بازار قطع کرده شده، کارهای ساختمانی در جریان می باشند. بنا اندیشه مسئولین ساختمان بازار نزد سرحدی، حول حاضر یک گروه ساکنان محلی و متخصصان در این ساختمان کار کرده ایستاده، با در نظر داشت زودیت بنیادسازی و طلبات به کارگران، اینچنین حدود 30 نفر دیگر در اینجا به کار جلب کرده می شوند. ساختمانچیان کارهای زمینکنی را به انجام رسانده برای بندوبست قالب‌ها و ریختن بتون آمادگی دیده ایستادند. سرمهندس ساختمان بازار نزد سرحدی تیم سید نظر کبیرов میگوید که روزهای نزدیک علاقه به ریختن خشت و بتون شروع میکنند. این بازار دروازه 41 متر، پهنایش 13 و 10 با نویسا و بازار زمانوی ساخته می شود. خیلی مولتش تا آخرای دکابر تا 15 ینور باید سپرده شود. کار نو سر کردیم، اول موادهای ساختمانی در راه هستند. تا کرسی بنا کنده شده است. روز بتونریزه سر میکنیم. بازار مذکور با مبلغ 1,326,000 سومونی بنیاد می‌گردد که آن از حساب برنامه جانبداری انکشاف مناطق کوهستان فاند آقاخان جدا گردیده است. حال حاضر تالار کلان سفدا که از روی نقشه معماری حتی راه درآمد و برآمد نقلیات بارکش نیز در آن به نظر گرفته شده است، بنیاد گردیده، همچنین در پهلوی آن چایخانه دو قبته ساخته می شود. موافق نقشه ساختمانی بازار مذکور تا ماه دکبر سال روان پره به آخر رسانیده شده و استفاده سپرده می شود. علیشیر جنیدوف، رستم شیرینبیکوف، شهر خورو.